میدونستی سازنده سری بازی های اسنایپر لایت یه سری بازی ساختن که توش با هیتلر و سربازای نازی که تبدیل به زامبی شدن میجنگی؟ با یه خطا توی آزمایش های نظامی نازی ها آخرالزمان زامبی ها به ارمغان اومده و کابوس جدیدی به جنگ جهانی دوم اضافه شده. توی شماره 4 این سری بعد کشته شدن هیتلر هنوزم سربازای مرده به اروپا حکومت میکنن و نیروهای مقاومت وارد جنگ جدیدی شدن که به اون جنگ مردگان میگن. زامبی آرمی 4 با اسلحه‌های متنوع و گامپلی جذاب و با همراهی لول دیزاین خطی، گرافیک بالا و اتمسفری آخرالزمانی یه تجربه نفسگیر رو برات ایجاد کرده. درسته که این بازی توی انحصار کنسولا و سیستم‌های خونگی قرار داره، اما تیم موبایل استیشن این امکانو فراهم کرده که تو بتونی این بازی رو برای اولین بار روی گوشیت با دسته و تاچ تجربه کنی.